حتما برو دستتو با آب و صابون بشور، چسب بزن و بعد بیا سر تمرین. خب اینجوری تمرین نکنید. خود شما هم باش. باید حتما مد نظرتون باشه زمانی که زخم باز دارین، یعنی زمانی که در حین تمرین دست و یا پاتون زخمی میشه، تحت هیچ شرایطی به فعالیت ورزشی نمیتونین بپردازین، چرا که امکان داره اون توپی که دارین دستتون رو بهشون میزنین، یا حالا اگه بچه‌هایی هستن که مبارزه دارن میکنن با حریف مقابل، امکان داره جذب آلودگی از فضا داشته باشید و همین که باعث ایجاد خطر برای حریف و یا هم تیمیای خودتون بشید. و همینه که توی حیطه آسیب شناسی ورزشی اومدن و بررسی کردن، به این دلایل رسیدن و الان توی قوانین همه رشته‌های ورزشی این مورد هست که زمانی که در حین مسابقه یک کسی حالا هر قسمت از بدنش، صورت یا هر جا دچار زخم باز و خونریزی بشه، تحت هیچ شرایطی اجازه بازی کردن به بازیکن داده نمیشه. این مواردی که دارم میگم همش تو ذهنم یکی از کشتیگیرهای تیم ملی ایران بود که با توجه به حالا پانسمانی که روی صورتش داشت متاسفانه اجازه بازی بهش ندادن و این قانونیه کل رشته‌های ورزشی حتما اجرا بشه. حتما توی تمرین هم مربیای عزیز، بازیکن‌های عزیز به این مهم بپردازن تا انشالله جلوی همه خطرها برای ورزشکارامون گرفته بشه.